سلام. چرا تو خودتی؟ این خیلی بده، ولی اصلا جای نگرانی نداره. بیا تا بهت توضیح بدم دیابت چیه و باید باهاش چیکار کنی. دیابت یعنی بدن نمیتونه قند موجود توی خون رو به خوبی مصرف یا ذخیره کنه و همین باعث میشه قند خون بالا بره که شروع دیابته. ولی نترس، اگه دیابت رو بیشتر بشناسی و حواست بهش باشه میتونی خوب کنترلش کنی و دچارش نشی. حالا بذار بیشتر واسه توضیح بدم. سلولای ما برای اینکه کار خودشونو ادامه بدن به انرژی نیاز دارن. این انرژی به شکل گلوکوز یا همون قند به سلولا میرسه. حالا این گلوکوز برای اینکه بتونه از خون ما وارد سلولامون بشه نیاز به یک هورمون داریم که اسمش انسولینه. دیابت وقتی اتفاق میفته که بدن نتونه انسولین بسازه یا اینکه نتونه خوب ازش استفاده کنه. حالا برای اینکه این موضوع رو بهتر بتونی بفهمی اول باید با پانکراس آشنا بشی. پانکراس یا همون لوزالمعده یه غده است که پشت معده قرار داره و 2 تا کار خیلی مهم انجام میده. یکی این که انسولین تولید میکنه و دومی این که یه سری آنزیم گوارشی ترشح میکنه که چربی، پروتئین و قند رو توی روده هضم میکنه که ما الان با وظیفه دومش کاری نداریم. حالا که فهمیدی کار پانکراس چیه، این رو باید بدونی که ما چند نوع دیابت داریم که 3 نوع از اونها خیلی شایع تره. درسته، 3 نوع: دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 و البته دیابت حاملگی. توی دیابت نوع 1 که بهش وابسته به انسولین هم میگن، پانکراس دیگه انسولین تولید نمیکنه، چون سیستم ایمنی که کارش دفاع از بدنه سلولای پانکراس رو هم به عنوان بیگانه در نظر میگیره و بهشون حمله میکنه و پانکراس دیگه نمیتونه انسولین تولید کنه. دیابت نوع 1 معمولا توی بچه ها و نوجوانا شایع تره. حالا توی این بیمارا چیزی که کمه انسولینه و برای اینکه قند خون کنترل بشه این بیمارا باید به خودشون انسولین تزریق کنن. مورد بعدی از انواع دیابت نوع 2 که اینجا پانکراس انسولین رو میسازه ولی یا انسولین کافی نیست یا اینکه سلولا نسبت به انسولین مقاوم شدن. بذار اینجوری ساده برات بگم. انسولین مثل یک کلیده که درب سلول رو برای ورود گلوکوز یا همون قند باز میکنه. حالا اگه اطراف سلول و توی خون پر از کلید یا همون انسولین باشه، وقتی این کلیدا نتونه دری رو برای گلوکوز باز کنه، در نتیجه این گلوکوزا وارد سلول نمیشن و توی خون میمونن و قند خون بالا میره. حالا بدن تا مدتی مثلا چند سال این قندای اضافی رو به چربی تبدیل میکنه یا از طریق ادرار دفع میکنه، ولی بعد از اون دیگه توانایی بدن برای تبدیل قند به چربی هم از بین میره و اینجاست که فرد به دیابت نوع 2 مبتلا شده. توی موارد اولیه این نوع دیابت قابل پیشگیری و درمانه، ولی چیزی که توی این بیماری اهمیت داره اینه که خیلی سر و کلش بی سر و صدا و حتی بدون علامت پیدا میشه. پس اگه خیلی شیرینی میخوری چکاپ 6 ماهه قند خون فراموش نشه. دیابت نوع 2 رو معمولا بزرگسالا میگیرن، ولی متاسفانه الان جوانترها هم زیاد درگیرش میشن، پس مواظب خودت باش. دیابت یه نوع شایع دیگه هم داره که بهش دیابت حاملگی میگن. دیابت حاملگی به خاطر تغییرات هورمونی شدیدی که توی دوران بارداری در خانمای باردار به وجود میاد ایجاد میشه. توی بارداری از یه قسمت رحم که بهش جوف میگن یه سری هورمون ترشح میشه که عوارض اون هورمونا اینه که سلول‌ها رو نسبت به انسولین مقاوم میکنه و اگه پانکراس خانم باردار نتونه به اندازه کافی انسولین بسازه تا این مقاومت به انسولین رو جبران کنه، سطح قند خون افزایش پیدا میکنه و دیابت بارداری ایجاد میشه. اگه خانم باردار سابقه ارثی دیابت، اضافه وزن قبل از دوره بارداری، سن بالای 25 سال و سابقه دیابت حاملگی داشته باشه، احتمال این که به این بیماری مبتلا بشه زیادتره. دیابت بارداری اگه درمان نشه عوارض خطرناکی برای مادر و جنین به همراه داره. خبر خوب این که این دیابت بعد از بارداری از بین میره، اما احتمال ابتلا
خانم‌های با دیابت بارداری به دیابت نوع 2 در آینده زیاده. حالا که سن و دیابت و علت به وجود اومدن اونا رو یاد گرفتی، میخوام بهت یاد بدم دیابت چه علائمی داره. دیابت یه سری علائم داره که سریع خودشون رو نشون میدن و یه سری علائم هم داره که بعد از سالیان سال مشخص میشه. علائم کوتاه مدت شامل 1. پرنوشی و پرادراری. قندا وقتی توی خون ما زیاد باشن، بدن میاد با فیزیولوژی خودش اونا رو دفع میکنه. کلیه‌ها فعالتر میشن و تلاش میکنن قند اضافی رو دفع کنن. در نتیجه قند اضافی با حجم آب زیاد از طریق ادرار دفع میشه و فرد تعداد دفعات زیادی ادرار میکنه. وقتی بدن آب زیادی از طریق ادرار دفع کنه، فرد احساس تشنگی میکنه و شروع به پرنوشی میکنه. بذار که در این باره یه داستان جالبم برات تعریف کنم. قدیما که خبری از بیمارستان و دارو نبوده، دانشمندا دیده بودن افرادی که پرنوشی و پرادراری دارن، مورچه ها دور ادرارشون جمع میشن و علاقه خاصی به ادرار این افراد دارن. بعد از اینکه ادرار این افراد رو تست میکنن، میبینن خیلی شیرین و همین شده که این سن و دیابت نوع شیرین هم نامگذاری شده. بگذاریم و بریم سراغ بقیه علائم. 2. خستگی و البته پرخوری. وقتی قند توی خون هست ولی به عنوان سوخت وارد سلولا نشده، پس فرد احساس خستگی میکنه و سلولا به مغز هشدار میدن که سوخت میخوان و مغزم احساس گرسنگی رو تقویت میکنه و فرد شروع میکنه به پرخوری. به خصوص اشتهای فرد به چیزای شیرین بیشتر میشه و این چرخه منفی ادامه پیدا میکنه. قند زیادی توی خون برای بدن ما در طولانی مدت ضررهای دیگه هم داره. وقتی قند توی خون برای مدت زیادی بالا باشه، شروع میکنه دیواره مویرگ‌های ما رو شکننده میکنه. مویرگ‌ها به سادگی پاره میشن و حالا اگه این پارگی توی مویرگ‌های چشم رخ بده، باعث عوارض دیابت توی چشم میشه، مثل تاریه دید که تا مراحل غیر قابل بازگشت و نابینا شدن هم پیش میره. اگه روی مویرگ‌های کلیه تأثیر بذاره، باعث میشه کلیه فرد عملکرد خودش رو از دست بده و به مرور بعد از سالها اگه دیابتش کنترل نشه، فرد دیالیزی میشه. قند روی رگ‌های بافتا هم تأثیر میذاره و باعث میشه زخم‌ها دیرتر بهبود پیدا کنن و عمدتاً باعث زخم‌های دیابتی توی پاها میشن که به سختی بهبود پیدا میکنه. این نکته رو هم باید اضافه کنم. توی افراد دیابتی سلول‌های عصبی هم انرژی بهشون نمیرسه. در نتیجه توی این افراد احساس درد کمتری نسبت به بقیه ایجاد میشه. حالا یکم از علائم و عوارض دیابت فاصله بگیریم و بریم سراغ پیشگیری و درمان. متاسفانه دیابت یه بیماریه که درمان نداره، ولی با روشایی میشه اون رو کنترل کرد و تأثیر اون رو کاهش داد. مهمترین اون تغییر سبک زندگیه، شامل رژیم غذایی مناسب مثل وعده‌های منظم و کم حجم، کاهش مصرف قندهای ساده، شیرینیجات، نوشابه، نون سفید، افزایش مصرف فیبر، سبزیجات، غلات کامل و حبوبات، نوشیدن آب به جای نوشیدنی‌های شیرین از جمله این موارده. نکته بعدی فعالیت بدنی منظم. ورزش منظم در طول روز و هفته خیلی مهمه، چرا که ورزش التهاب بدن رو کاهش میده و باعث افزایش حساسیت سلولا به انسولین و کاهش قند خون میشه. همینطور وقتی ورزش میکنی، قند اضافه توی بدن سریعا توسط عضلات سوزونده میشن. مورد بعد اینه که استرس رو باید توی زندگی کاهش بدیم. استرس و اضطراب یکی از دلایل مهمیه که باعث میشه فرد به دیابت مبتلا بشه. به جز اینا، کنترل منظم قند خون حتی برای افراد سالم هر 6 ماه توصیه میشه. حالا اگه فردی با تشخیص پزشک به دیابت مبتلا شده باشه، برای دیابت نوع 1 داروی انسولین شروع میشه، چون گفتیم پانکراس این افراد انسولین تولید نمیکنه، ولی برای نوع 2
اول داروهای خوراکی شروع میشه و اگه این داروها کافی نباشه به ناچار انسولین هم برای اونها تزریق میشه. توی دیابت بارداری چیزی که مهمه ورزش و رعایت رژیم غذاییه، ولی اگه دیابت کنترل نشد دکتر شروع میکنه به تجویز انسولین. حالا که این بحث برات جالب بود بذار یه مقاله که در این رابطه خوندم از دکتر توماس فینوکین رو بهت بگم که میگه ما کاکتوس هایی هستیم در جنگل های بارانی، چرا که اجداد ما اینقدر در معرض بمباران قند نبودن، ولی ما به شدت تحت بمباران کربوهیدرات های ساده قرار داریم و مثل این میمونه یک کاکتوس رو ببری داخل جنگل های بارانی بکاری، بعد از چند مدت کاکتوس به خاطر آب بیش از حد از بین میره. در آخر این رو بدون با آگاهی و لایف استایل درست میشه زندگی سالمی داشت. امیدوارم این مطلب بهت کمک کرده باشه و مبتلا به دیابت نشی.